دیگه یه مقداری پر کرد به زیر نوشته‌ها رسید باید کنترلش کنیم. خیلی خوب. پس تقریبا از دم اون گویه. دوربین! ساکت صدا دو دوربین سپهسالار لشکر توی از من میپرسی نامسلمان گاوزور بودن شرط فرماندهی بود خود گاو را فرمانده میکردن خفه شو ارتجاع ایش را گرفتی حسنیفتی به پذیرفتم با خبرش در یک جبهه بجنگم از جلوی چشمم دور شو احمق خوبه درست شد حالا درست شد قطع شدن پارگی دست باز قراردادی میری بابا دستش رفت نفسش برعکس نفس بکش برعکس نفس بکش باز برعکس نفس بکش این برعکس نفس کشیدن برو باز میدی بیرون نفسو میده بیرون به جایی که بده تو اینه تو اینجوری میکنی اینه تو اینجوری میکنی اینه برعکس نفس بکش دست ببریم آقا محمد چه هستن بیا حرکت همه چی خوبه ما انقریب میتری کنیم تو کار سیم تو بده بیاد نه یکم یواش عقب جلو بکن بپیچون سیم تو گیره به این داشت بپیچون نه سیم تا بیده سب بپیچون یه رو دیگه بپیچون برات جان تو رو به این بر به چپ همه کار کردم اینا رو نگیر تلویزیون پخش کنیم گرم بزنیم یکم خرسون نخورد دیگه سرش خوردی الان نگاه بکن داره درست احساس بازیگری باشه خب شالو بچه بیاریم چرخی حرکت منو کشته تکرار یک سکانس دلهم و مختار در بیابان در مسیر راه کوفه به مکه که مختار داره میرسه به دلهم همون سکانسی رو که باهاش کار شروع شد داره تمام میشه رسول خدا را متعلم میکنم از چه شد که تغییر رأی داد چه شد که از دنیا دلکنده به غافل عینه نوارسید حکایت غریبی داغداران عاشورا تسلای خاطر میخواهند مختار زکی مکه قافله موسیقی کار مرسی هر سال 3-4 مرسی فریبا جان مرسی ما شما رو که میتونیم ببوسیم دوستان به افتخار فریبرز عربیا مختارنامه کف مرتب بزنین که آخرین پلانش رو گرفتیم بعد از 5 سال کار طاقت فرسا مرسی به افتخار خیلی متشکرم کسی بدی از ما دید دیگه واقعا بگذره حلال کنه ما که لذت بردیم واقعا مرسی از کنار شما مرسی خیلی خوب بود
از همه ممنون. مرسی. البته این جلسه خداحافظی نیست، اون کار داریم حالا. ما تمام شدیم. این آخرین پلانمه واسه به دست آوردنه. کله میتره کنه. آقا یه روایتی میگه امروز روز آخره. خسته نباشید. همه خوشحالن، یه جوری هم ناراحتن، میخوان خداحافظی کنن. امروز روز آخره. اولین روز فیلم برداری 23 فروردین 83 یادتونه، یه روز بعد از ظهر تو کاشان. آقا امروز روز آخره کار برای فیلم برداری مختارنامه. امروز دوشنبه 1/4/88. امروز تولد پدر من. تولد رفتم خونه و کیک بخرم ببرم. منظورته؟ خب یه کار تموم شده؟ امروز آقا 1 تیره دیگه. الان داریم پلان آخر رو میگیریم. روز آخر فیلم برداری سریال مختارنامه خیلی فرق میکنه روز آخر، همه یه جوریه. یه آخرین پلانی که از مختار داریم میگیریم. رضا برن. صدا فقط رو سر شهرام. صدا را. دوربین نخی حرکت. کات کات کات. تمام شد. الان فعلا فقط خستگی، حالا تا پخش بشه ببینیم که این خستگی از سن میره یا نه. میریم برای پخش. خوشحالی تموم شد؟
5 سال مواد همش سفید شد که برادر. بالاخره فیلمبرداری مختارنامه تموم شد. امروز اول تیر ماه 88 میریم برای بقیهش. این تصویر رو از مختار خیلی عمده کردن توی تاریخ و تا جایی که به پرده‌خوانی ها سرایت کرد که مختار، من همه این لحظات سعی کردم ذهنی بکنم. اعراب همیشه خودشون رو برتر از ایرانی ها می دانستند. مختار بود که این قانون رو لغو کرد و گفت عرب و عجم یکی هستند و به همه حقوق یکسان داد. اینه صدا، دوربین، حرکت. این اقدام متحورانه است. میپره روی اسبش، با هم میکشتش پایین که بکشتش. سنگ دارید؟ پس بندازید من ببینم. همه تصویرها فاک شده. پشت پنجره کسی نباشه. بیا خودت بخوان. نامه مختار مدتی مدید سپاه مزمحل. من کی از حمله احتمالی شامی ها سخن کردم؟ تو برای مردن خیلی جوانی. برو بگو بزرگتر از تو را به میدان بفرستن. تا رسیدی شروع نکنی ها. بابا پشت پنجره آدمه. اون که داره فرار میکنه باید هراسان هر از گاهی برگرده و پشتش به مهاجمین نگاه کنه با وحشت. منتظر یه فرصتید که بتونید تیر بزنید به سمتش. شما قبلش حرکت‌ها رو باید درست بزنید که موقعی که دوربین به شما میرسه میگه حالا ضربه نهاییتون طبیعی باشه. توجیه نشده که جای صاحب باید چیکار کنه. یه خورده اونورتر وایس که نری پشت نخ. خاک بره. خاک بره. سر نکبتت را پیشکش پدرم میکنم. چی میگیری علی؟